سلام علیکم. حاضر. خوش آمدید. سلامت باشید. سلام علیکم. کنی عزت و احترام، کنی حرمت نسبت به بزرگ سالان، کلان سالان. اما کی بیدنی جای خولیه، اتوبوس خولیه. شما را نفهمیدید. آخر جای را برای کلان سالان باید جوانان پیشنهاد کنند. مرحمت شنید گویم. اما کی اونجا بریم بشینی؟ دیگه بدون درست جوانی است. اما این جایهای شما میگفتگی اما خیلی هم خنوکن و برای سلامتی ضرر دارد. برای من از شما احترامانه خواهش میکنم جای گرمی خودتان را برای من پیشنهاد کنید. یک گذراندنده اما کی؟ اون این گپی دیگر. سلامت باشید.